بسم الله الرحمن الرحیم. امروز تاریخ است 21/1405 یعنی 20 حمل سال 1405. ما یک برنامه عمو وطنی و محلی خود داریم که برنامه زیبا یا سنت زیبای کمر بستن خلاصه شاگرد توسط استادش است. انجینیر سید روح الله موسوی که است، خودش از پانتون کابل از پول تکنیک فارغ شده. دوره تقریبا 6 ماهه 7 ماهه عملی خود در بخش ورکشاپ ما پیش استاد خود آقای نجفی گذرانده. اینال الحمدلله خودش هم استاد شده. در وطن ما و شما رفقای عزیز رسم است که باید امو استاد یادم دعای خود برادم با یک کمر بستن خلاصه برای ما بده. اینی هم شما و اینی هم آقای نجفی چطور است؟ از همه سید روح الله شاگرد خود راضی هستی؟ دعای خود برش میتی؟ بله آقای موسوی، واقعا انجینیر روح الله بسیار یک بچه با استعداد، بسیار انجینیر با استعداد است انشالله. دعای خود برش میتی؟ بله. خب بسته که کمرش درست است. بسم الله الرحمن الرحیم. رفقا یک تشویق هم بکنین. خب یک گیری محکم دهیم که باز نشه. انشالله. سلامت باشید. تشکر. زنده باشید. بخیر باشید. انجینیر روح الله موفق باشید. انشالله موفق باشید. موفق و پیروز باشید. خب رفقای عزیز، انشالله که همه جوانای ما موفق باشد. دعا میکنیم که انجینیر سید روح الله آقا در کار خود موفق باشد، برکت در مالش، برکت در کارش باشد. انشالله که در کارهای خود موفق باشد. انشالله که خودش از این به بعد بتونه شاگردای خوب دیگه را تربیت بکنه و تقدیم به جامعه ما بکنه. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجهم.